فناوری هیبرید تجدیدپذیر به ایران رسید. توسعه فناوری هیبرید تجدیدپذیر میتونه علاوه بر تامین انرژی خانگی تا ماهانه 20 میلیون تومان هم برای خانوار درآمد به همراه داشته باشه. اخیراً یک فناوری هیبریدی خورشیدی بادی توجه سیاستگزاران و جوامع محلی رو به خودش جلب کرده و این سیستم 10 کیلوواتی در چندین استان ایران نصب شده. این سیستم مبتنی بر دو جزء اصلیه. بخش اول پنل‌های خورشیدی با راندمان 22% و بخش دوم توربین‌های بادی عمودی که در بادهای با سرعت 2.5 متر بر ثانیه نیز فعال میشه. این ترکیب در مناطق کویری ایران و نواحی کوهستانی شمال بهینه عمل میکنه. یک باتری لیتیومی 10 کیلووات ساعتی نیز انرژی مازاد رو ذخیره میکنه و تا 12 ساعت برق بدون وقفه برای مصرف کننده فراهم میکنه. این سیستم از اثر هم‌افزایی بهره میبره. یعنی وقتی خورشید غروب میکنه، وزش باد در بسیاری از مناطق ایران بیشتر میشه و بدین ترتیب پایداری تامین برق حفظ میشه. بررسی‌ها از نتایج استفاده از این فناوری در 3 نقطه ایران هم جالبه. مثلا یک مزرعه پسته در اصفهان که این فناوری هیبریدی استفاده کرده، سالانه 12 میلیون تومان هزینه سوخت دیزلش کمتر شده. یک سایت بومگردی در کویر مرکزی با نصب این فناوری مصرف دیزل ژنراتوراشو 85% کاهش داده. یک خانه مسکونی در اصفهان هم از هیبرید تجدیدپذیر استفاده کرده که ساکنانش میگن در طول قطعی‌های 4 ساعته اخیر برق بدون وقفه داشتند.